درویشی به جز فانی شدن، در دل گرداب طوفانی شدن، موج ورزیدن به بحر کائنات، تشنه ماندن بر لب آب فرات. گر تو درویشی دمی اندیشه کن، سیره آل علی را پیشه کن. شاهد اقبال در آغوش کیست؟ کیسه نار و تب بر دوش کیست؟ کیست آن کسی که از علی یادی کند، در یتیمان من امدادی کند؟ دست گیرد کودکان درد را، گرم سازد خانه های سرد را. ای جوان مردان، جوان مردی که شد، شیوه رندی و شبگردی چه شد؟ شیعگی تنها نماز و روزه نیست، آب تنها در میان کوزه نیست. کوزه را پر کن ز آب معرفت، تا در او جوشد شراب معرفت. باده مما رزقناهم بنوش، ینفقون بنیوش و در انفاق کوش. هم بنوش و هم بنوشان زین سبو، لن تنالوا البر حتی تنفقوا. جستجویی کن سبوی باده را، جستجویی کن به می سجاده را. ای مسلمان زاده بعد از هر اذان، رکعتی تنها عن الفحشا بخوان. گر نمازت ناهی از منکر شود، از اذانت گوش شیطان کر شود. هر سحر دست نیایش باز کن، بی خود از خود تا خدا پرواز کن. قول مرد حق بود دست دعا، لیس للانسان الا ما سعی. حرف حق را از محقق گوش کن، از لب قرآن ناطق گوش کن. گوش کن آواز راز شاه را، صوت اوصیکم بتقوی الله را. بعد از آن بشنو به نظم امرکم، تا شوی آگاه بر اسرار خم. خم تو را سرشار مستی می کند، بی نیاز از هرچه هستی می کند. هرچه هستی جان مولا مرد باش، در قلندر نیستی شبگرد باش. سیر کن در کوچه های بی کسی، دور کن از بیکسان دل واپسی. ای خروس بی محل آواز کن، چشم خود بربند و باری باز کن. شد زمین لبریز مسکین و یتیم، ما گرفتار کدامین هیئتیم. با یتیمان چاره لا تقهر بود، پاسخ سائل فلا تنهر بود. دست بردار از تکبر و از خطا، شیعه یعنی جود و انفاق و عطا. ای که هر دم دم ز حیدر میزنید، بر یتیمان علی سر میزنید. بر یتیمان علی پرداختن، بهتر از 70 مسجد ساختن. یا علی امروز تنها مانده ایم، در هجوم اهرمنها مانده ایم. یا علی شام غریبان را ببین، مردم سردر گریبان را ببین. گردش گردونه را بر هم بزن، زخمهای کهنه را مرهم بزن. مشکها در راه سنگین میروند، اشکها از دیده رنگین میروند. مشکهای خسته را بر دوش گیر، اشکها را گرم در آغوش گیر. حیدر کرار نیم، خانه نشینم ولی، جان به فدای جگر سوخته است. یا علی، دستای پینه بسته علی به همراه منه. خونه نشینی علی آتیش به جونم میزنه. تو کوله بار شعر من اسم قشنگ علیه، عافیه تنگ دلم از دل تنگ علیه. تو کوچه های غربتم نشونی از مولا میدن، اهل محل سلامم و جواب سربالا میدن. به من میگن علی کیه؟ علی امام عاشقا. به من میگن علی چیه؟ داغ دل شقایقا. توی نجف یه خونه بود که دیواراش کاجلی بود، اسم صاحب اون خونه مولای مردا علی بود. نصف شبا بلند میشد، چراغای یه خود کمش کن، میخوایم بریم جای خوب بریم. یه هفته است که آقا علی نرفته توی نقلشونای کوپه سر به چاه کنه واسه خانم زهرا ناله کنه. امشب 2-3 دقیقه میخوایم اشترم چراغای کم کنه خوبه. نصف شبا بلند میشه، یک کیسه داشت که من که مصیبت نخوندم برای شده. خوش به حال اونایی که
این شبا در خونه یتیمای علی رو میزنن میگن از طرف آقا علیه. آقا یه هفته است نرفته، نبوده که بره. نصف شبا بلند میشد، یک کیسه داشت که برمیداشت، خرما و نون و خوردنی هر چی که داشت اون میساد. راهی کوچه ها میشد تا یتیما رو سیر کنه و سفره خالیشون رو پر از نون و پنیر کنه. شب تا سحر پرسه میزد از کوچه های کوفه رو تا پر بارون بکنه باغای بیشکوفه رو. عبادت علی مگه میتونه غیر از این باشه؟ و یقیمون الصلاة و یؤتون الزکات. عبادت علی مگه میتونه غیر از این باشه؟ باید مثل علی بشه هر کی که اهل دین باشه. بعد علی کی میتونه محرم راز من بشه؟ درد دلم رو گوش کنه تا چاره ساز من بشه. بگم مثلا فردا اگه مهدی بیاد دردا رو درمون میکنه. شانم فدای تو مهدی شد. فردا اگه مهدی بیاد دردا رو درمون میکنه، آسمون شهرمون رو ستاره بارون میکنه. چشماتو وا کن آقا جون، بالای خستم رو ببین. منو نگاه کن آقا جون، دل شکستم رو ببین. دلت میاد کبوترات تو حرمت پر نزنن؟ به سایبون دستای مهربونت سر نزنن؟ تیغی به اوج رفت و فرود آمد آفتاب، تیغی به اوج رفت و فرود آمد آفتاب. در خون تپید چهره گلگون بوتراب. خورشید مهر در شفق قهر و پول کرد، در شام قدر آیه رحمت نزول کرد. ماه رمضان رسید دلتنگم، هنگام اذان رسید دلتنگم. مولا به کجا شدی شتابانی؟ در خانه دخترت نمیمانی؟ آقا نمیشه نمازو تو خونه بخونی امروز؟ دخترم باید برم. آی کبوترای علی کجا بودید اون روز سحر؟ با مرغابیا کمک کنید دامن آقا رو محکم بگیرید نره مسجد. با خورشید بتابه و بخواد نزدیک تابش بشه آقا تو خونه نماز بخونه مسجد نره. خدایا کاش آن شب بی سحر بود، بی سحر بود. چرا؟ خدایا کاش آن شب بی سحر بود، بی سحر بود. که تیغ ابن ملجم شعله بر بود، شعله بر بود. از آن گفتند و ما در خواب بودیم، خواب بودیم. نماز فروع دین، اگه قضا بشه بعدا میشه به جا آورد. نه وقتی من مردم بچه صالح بشه باشم منم یه کاری میکنه. نه خدا انشاءالله حقش میبخشه. ولایت اصول دینته، اصول دینمه. اگه قضا بشه جای قضا ادا کردن دیگه نداره، نمیشه بعدم قضا به جا بیاریم. یک بار ولایتمون قضا شد پهلوی خانم زهرا شکست، یک بار ولایتمون قضا شد فرق آقامون علی شکافت، یک بار ولایتمون قضا شد جگر آقا امام مجتبی از دهنشون تشکید، یک بار سر حسین رو بریدن. نکنه ولایتمون قضا بشه ها جبران ناپذیر. از آن گفتند و ما در خواب بودیم، خواب بودیم. علی تنها به مسجد
ره سپر بود ره سپر بود در آن شب تا قمر در عقرب افتاد در آن شب تا قمر در عقرب